салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Зани бадбахт. дӯстон, барои пешрафти кори мо обуна шуданро ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. ин ҳама заҳматҳо ба хотири шумост. барои заҳматҳои моро қадр карданатон аз шумо сипосгузорем. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон. Zani badbaxt. آی خاله تو اینجا چی میکنی؟ تو از من چی میخوایی؟ چرا پشت من اعلان نمیکنی؟ قدرت قربانت شما بچه اینجا بیا ببین کم مانده بود. اعلام کو خاله جان، اعلام کو، اعلام کو، بان که از اینجا بفتم. ما در قصه هیچ کس نیستم. بازم شما را چی غرض؟ نه پدرم هستین و نه مادرم. شما کی هستین؟ از من چی میخواید؟ درست است، آرام باش. بیبی اگر تو را چیز شما باز پدر و مادر بسیار جگرخون میشد. همه تو بچه و دختره کوکایت میفهمم که اونام سرت بسیار قهر هستند. اونو نمیخواین برد کدام مشکل پیش بیاید. اما من تو فکر نمیکنم. اگر من بومارم باز میفهمن که زیاد خوش میشه. پدرم باز میفهمن که چی میگه. قدرت خوب به خاک پای چتنم نمیرسی. خوب شد از او بچه به خیر نجات یافتم زهر. بعدا مادر ما یک چند دقیقه گریه میکنه فراموش میشم. من میفهمم که کسی را نداری و در دنیا هیچ کسی هم تو را درک نمیکنه و تحقیر میشی. اما تو اشتباه میکنی. پیش از اینکه دیر شوم متوجه ای گپ شو بچه. بیبی کل چیز از خود یک راه حل داره. کافی است که تو اونا را بخوایی. نه والله شما را چی شده دیگه خاله هایشه؟ شما چرا گریه میکنید؟ نه که دیوانه شدین یا عقلتان از دست دادین؟ من در قصه هیچ کس نیستم. در این دنیای کلان من کاملا تنها هستم. فهمیدین؟ همه نفرت دارد. تشویش نکنین، هیچ کس به خاطرم گریه نخواد کرد. خدا نکنه بچه، لطفا قسم دیگه نگو. قدرت بلی از خدا موبایلت جواب بده جانم. کجاستی جانم؟ مادر کجاستی؟ کمانده دیوانه شوم. حالا جواب بده. چنار حتما چنار فکرش مغشوش کرده و نمیمانه که جواب بده. اما تو هنوز مرا نشناختی خانم چنار. بچه از ما گرفته نمیتونی. حاضر هستم بمارم اما قدرت به تو دادن نمیتونم. او بچه ما است. هیچ کس مرا دوست نداره. هر کس از من نفرت داره. میگن که دوست دارم اما از چشماشون میفهمم که دروغ است. فقط مرا تحمل میکنن. این را خو عشق نمیگن.
فکر میکنم از یاد بد است. میخواین از من نجات پیدا کنم. اگه بمارم باز تنها مادرم جگر خون میشه. گریه میکنم. اون به خاطر قهرش، به خاطر که درست اولاد تربیه کردن نتونسته. به خاطر هیچ چیز دیر نشده. تو بسیار یک بچه خوب هستی قدرت. تلافی کردن اشتباهاتت و به خاطر نشان دادن بچه خوب به مادرت هنوزم فرصت داری. از این خاطر با حوصله باش. بیبی اگر تو را چیز شبه باز مادرت خود مرد. فرض که تو خودکشی کردی اما دلت به مادرتش نمیسوزه. او برات ارزش نداره. مادرت زنگ زده. حالا یک دفعه جواب بده. زود چه او به تشویشت است. لطفاً خاله عایشه شما هم جواب ندید. فعلا نمیخوایم گپ بزنم. بسیار جالب است. میفهمین به بار اول است که قسم دل خود خالی میسازم. شاید شما تنها کسی باشین بدونی که مرا مجازات کنین. همراه این برخورد خوب کردین. زنده باشی خاله عایشه. تو هم زنده باشی بچه. اگر ازم برات کدام فایده رسیده باشه بسیار خوب است. کافی است که تو خوش باشی. دیوانه میشم، به خدا دیوانه میشم. هر دوشون جواب نمیدن. چنار اگه پیش بچه این باشی و به زنگایم جواب ندی من همراهت میفهمم که چی کنم. باز برات نشان میدم که مداخله کردن بین ما چی. بله پک. از قدرت کدام خبر است؟ نه خیر خواهرم هم تماس گرفتن نتونستم. خدای من این بچه کجا رفته؟ پک کجا؟ حتی به جایی که دوستایشم بود رفتم اما نیست، پیدایش نکردم. مال طرف خانه میرم، شاید تو خانه رفته باشه و منتظر ما باشه. ها درسته. اگر پیش از خودت من خبر شدم برات زنگ میزنم. راستی مام همیاله به شفا خانه آمده بودم. میخوایم همراه از ما بازم گپ بزنم. شاید قهرش آرام شده باشه. این جنجاله بیبی. من از خاطر قدرت مصروف شده او موضوع را فراموش کردم. خب دیگه من سرت باور دارم. هر کاری که میکنی بگو. از ما را قانع بساز. حلش میکنم، تو تشویش نکن. خب دیگه خداحافظ. درست است، خداحافظ. حرکت کن اینجا. خواهر جان حالا شما خانه برین. ببین دروم خوب معلوم نمیشه. چطور در این حالت تنها نمیمانم از ما. وقتی که چشمایشو باز کنم میخوایم پیشش باشم. تو در اینجا چی کار داری؟ بگو به کدام رو اینجا آمدی؟ باید با هم گپ بزنیم. چیزی به گفتن ندارم. کل ما گپ خدا گفتیم. متوجه گپایت باش. ای که قدرت از زندانی کنی بجز در دیگه چیز به دستت نمیایه. تو هیچ نمیشه با خانواده که سالها ازت مواظبت کردن خیانت میکنی؟ اینجا زندگی بیادرم تباه شده. خواباش نقش براب شده. تو کجا شرم داری که اینجا آمدی در مورد خیانت گپ میزنی؟ اینجا چی گپ از مادر؟
نه ترس دخترم، کدام چیز نیست. مادر جان چی میشه؟ لطفا از اینجا بره. درست است دخترم، کمی صبر کن. همراه دکتر گپ زدم، در ظرفیت چند روز خوب میشه. باز چرا قدر مسئله را کلان میسازی؟ فقط قیامت شده باشه، هیچ نفهمیدیم به خدا. بله به خاطر بیادرم قیامت شده اپک. او قدرت دیوانه شما آرزوهای بیادر من خراب ساخت. او باید جزا ببینه. پیش از اینکه اعصابم خراب شد خود از اینجا گم کن. پیش از اینکه لط کرده بکشمت برو از اینجا. چترین چطور باشه؟ یعنی عملیاتش بخیر تیر شده باشه؟ وقتی می آمدم در عملیات خانه بود. انشالله که خوب شده باشه. حالا دیگه ما بشه به خانه بریم. باید خبر بیادر تا بگیریم. چترین بیادر من نیست. اما مثل بیادرت است بچه. شما مثل بیادر هستین، از یک خون هستین. بیبی بچیم، مادرتان شد پریشان شده باشه، از صبح تا حال زنگ زده میره. بهتر است که من ارم. همگی عصبانی هستن، مرا نبینن بهتر است. او یک حادثه بود بچه، اما اگه تو اقصه فرار کنی باز او وقت بیگناهی خود ثابت کردن نمیتونی. دیر یا زود باید با حقایق مقابله کنی. اما من واقعا بیگناه هستم، قسم میخورم. حادثه بود. شما باور نمیکنی؟ میفهمم وقتی خانواده سرت اعتماد نکنن چقدر سخت است، اما من سر تو اعتماد دارم. به بیگناه بودنت هیچ شک ندارم بچه. زنده باشی خالایش. حالا دیگه بره. هایسته بچه مایسته. در این وقت هر دیما رو پایین نندازی. بگید نمیشرمه و گپ میزنه. منم بگه که تو زود خانمخانه سر صدا میکنی. اسما درست است، اپک کمه بیعقل است، اما تو هم زیاده روی میکنی و عجولانه تصمیم میگیری. خواهر بیازه به خاطر که تا امروز آرام بودیم این بدبختی ها سر ما آمده، اما ما را یتیم گفته پامال ما ساختن. جزای گناه مادر و پدر ما به ما دادن، اما دیگه ما حوصله کردن نمیتونم. قدرت باید جزای کار خودت ببینه. چتن چطور است؟ به هوش آمده؟ زندگی بیادرم تباه شد، در پایش پلاتی نصب کردن، دیگه فوتبال بازی کردن نمیتونه. نمیفهمی که بچه قسم برش بگویم عمر از بین خود رفت. بسیار سخت است، خداوند بری صبر بده. انشالله با حمایت شما این مشکل حل خواهد شد. این همه مشکلات ما کم نبود. خانم پکام سر زخمای ما نمک مندازه، به خاطر که شکایت نکنم سر فشار میاره. انسان کمی هم دردی میکنه، اما این وضعیت ما به او هیچ مهم نیست. یعنی هنوز منصرف نشده؟ خوب هستی بچه؟ خوب هستم. اگر رفتن میتونی چند دقیقه اینجا بشینی؟ نه خیر.
خوب است. ما منتظر شما بودم خواهر. چشمایتان روشن. بچه‌تان رو پیدا کردین؟ بچه چی ها؟ تو چی گفته میری؟ این مادر من نیست. تو مثل دیوانه ها رانندگی میکردی. وقت ما گفتم بچم آیسته برو، حتما ای بیادر غلط فهمیده. معذرت میخوایم بیادر از ور خطایی، حتی یادم رفت که پول تو را بدم. مهم نزده قصهش نشه. این قسم نمیشه. ما برات میتم بگی واقعشم از تو باشه. زنده باشی بیادر. صبر کن بیادر، نرو. به شفاخانه میریم، تا اونجا ما را ببر. چی ضرورت است؟ ما موتر دارم، همراهی او میریم. بعد از حادثه دیروز تو هنوزم رانندگی میکنی؟ در این حالت رانندگی کردن نمیکنی. حالا بیشی بچه، بیشی. جواب بده بچیم، جواب بده بلیاز خدا، جواب بده، جواب بده قربانت شم. زحل باز زنگ زده. بلیاز خدا یک دفعه جواب بده. از تشویش زیاد دیوانه میشه. جواب بده، صدت بشنوه تا کمی آرام شوه. حال سرم گپ خواد زد. هیچ حوصله گپای مفت ندارم. وقتی شفاخانه رفتیم بیاز خواد فهمید که خوب هستم. پس بده ممرش گپ میزنیم. بچیم کجاستی تو؟ چند بار برات زنگ زدم، آدم یک بار جواب میده. کم است از تشویش بمرم. زحل مستم. آیشه تشویش نکن، قدرت همراه مست. چی گپ است؟ تو همراه بچه ما چی میکنی ها؟ اگه همراهش بودی باز چرا تلفن ما جواب ندادی؟ کوشش میکنی قلب ما استاد کنی چنار؟ درست است زحل، آرام باش. وضعیت قدرت کم خراب است، با هم درد دل کردیم. حال خوب است، تشویش نکن. زود بگو امیالا کجاستید؟ ما هم اونجا میایم. به شفاخانه میاییم. اوش کنی چنار، به شفاخانه نرین. از ما اصرار میکنه که شکایت میکنم. قدرت خانه ببر، اونجا امن تر است، فهمیدی؟ قدرت نمیخواه فرار کنه زحل. به شفاخانه میریم، چکن بیدرش ملاقات میکنه. دیگه مثل یک مجرم فرار نمیکنه. تو ایگه پاره برش یاد دادی؟ بچه ما تبا میکنی، میفهمی خانم چنار؟ اوش کنی او رو به شفاخانه نبری، عاجل طرف خانه برین. باید قطع کنم زحل، به شفاخانه باز میبینیم. تو چطور جرأت کردی ها؟ تو کی هستی خانم چنار؟ با کدام جرأت به خود اخمیتی که بین ما و بچیم بیایی؟ بچیم از ما گرفتن نمیتونی. اگه بمرم من بچیم برت نمیتم. او بچیم از، فهمیدی؟ قدرت بچیم از. منصرف شدم، دوباره به شفاخانه میرم. مادر چی به شفاخانه برگردیم لطفا. منتظر هستیم که مامایت به هوش بیاد دخترم. همه که به هوش آمد میریم. چرا اینجا از خانه بخوابم؟ ما اینجا زیاد خسته شدیم، زیاد گشنه شدیم مادر. درست است دخترم، بیا. تا وقتی که بیادرتان به هوش بیای مده کنتین میباشم. درو هم گوش نشده. شما هم ساعت ها میشه که چیزی نخوردین. شما برین، من منتظر میباشم. اما قسم باشه که ما گوش نمیشه. باید یک چیز بخورین. خدا نکده ضعف خواد کردین. اگه این قسم میگین پس بریم. خواهر حالا دیگه. همیاله چتن بیدر تنازک بار پیشش برو. ما ممرای دخترها گپ میزنم. درست است.
درستی؟ یعنی زنده هستی؟ چی ضرورت بود از پشتیم بیایی؟ او وقت قهرمانی بود. هر دوی ما را تباه کردی. بیازو هم اگه از ما بعدشان می آمد، حال بیخی بعدشان می آیم. پدرم از من متنفر شده، یعنی دیگه به ما ارزش قائل نیست. حال پدرم آرزو میکنه کاش به جای تو مده اینجا می بودم. همیشه تو بهتر از من می باشی. چتن با غیرت، چتن صادق، چتن با تربیه. قدرت چی؟ قدرت به چی ایلا گشت؟ به درد نخور بلای جان. از تو متنفر هستم بیادر. به خاطر که من از چشم پدرم دور انداختی. به خاطر که همیشه در زیر سایه تو زندگی میکنم ازت نفرت دارم. قدرت آقا چتن شفا باشه. خودت چطور احساس میکنین؟ درد دارین؟ هیچ چانس نداریم. یعنی جدی است؟ دیگه فوتبال بازی کردن نمیتونه؟ متاسفانه. خودش از این موضوع خبر داره؟ هنوز به هوش نامده. هیچ نمیفهمین گپا چه قسم برش بگویم. بسیار مشکل است. خدا نگاش کرده. ای که زنده است باید شکرگزار باشیم. گفتنش آسان است. بازی کردن فوتبال یگانه آرزوی چتن از خوردیش بود. خب دیگه به خاطر که شاهد این موضوعات نبودین نمیفهمین چقدر جگر خون میشه. ما روزای دشوار را سپری کردیم خانم عایشه. یعنی شما حتی تصورش هم کردن نمیتونین. چتن به هوش آمد. خدا را شکر. بیاین که بریم. حالا دختره. زن بیچاره ده قدر سالها درد و رنج مصیبت کافی نبود که حالا بچه‌شان به این حالت رسید. او جزای گناهی مرا میبینه. عالمت چی خواهد کدم؟ اگه بفهمم که جان عمرم در خطر نیست یک لحظه هم صبر نمی کنم. اگه به قیمت جانم تمام شو همه چیزا میگم. گناه هیچ معذرت را نمیپذیره. تو هر کاری که کردی به خاطر نجات جان بچه‌ت بوده. ترگوت هم عمر به مرگ تهدید کرده بود. ده اول سر تو قهر شده بودم، اما وقت خود در جای تو قرار دادم باز درکت کردم. خلیل پدر داغ اولاد تحمل نمیتونه. هر کس می بود همه کارا میکرد. خداوند هیچ کس توسط اولادش امتحان نکنه. چی گپ هست؟ چتن چیزی شده؟ چتن به هوش آمده کاکا. قبل از اینکه دکترها برش چیز بگوین باید موضوع را خود ما برش بفهمانیم. کدام موضوع را؟
زندگی فوتبالی بیادرم به خاطر تو تباه شد. درست است دخترم، حالا آرام باشین، وقتش نیست. اگه بچه‌تون شما گفتن نمیتونین، ما این کار میکنم. بهتر از خودم برش بگویم کاکا. حق به جانب بستی. برین. روز بخیر. شماره اتاق چتن پایراست چند است؟ خواهر. جان خواهر. اسما چی شده؟ مرا چرا اینجا آوردین؟ حادثه را به یاد نداری بیادر جان؟ به هر صورت حال در این مورد فکر نکن. خدا را شکر که خوب استی. عملیات موفقانه سپری شد. همه که تو را با خود داریم. دیگه هیچ چیز مهم نیست. بیادر یک دانی، خدا را شکر که تو زنده هستی. خداوند تو را دوباره به ما بخشید. اگر تو نمی بودی ما چی میکردیم؟ قدرت این کار قدرت بود. ما به خاطر او در اینجا هستم. پایم چی شده خواهر؟ خواهر لطفاً بگو پایم چی شده؟ خواهر ما چطور فوتبال بازی کنم؟ ناراحت نباش جان. دا پایم پلاتین نصب کرد. خواهر اگه در پایم پلاتین نصب کرده باشن فوتبال نمیتونم. لطفاً بگوین یه همه مذاق است. بگوین که دروغ است. اسما بگوی دروغ است. اسما لطفاً بگوی یک خواب است. بگو خواب است. اسما لطفاً یک چیز بگو. متاسفانه بله. نه خیر. نه خیر. نه خیر. بیادر جان، مامان من چیزی شده؟ نمیفهمم دخترم. ما یک بار میبیرم تو همینجا منتظر باش. قدرت مادر مامان خوب میشه اما تو نیست. بچیم تمام شب کجا بودی؟ از تشویش من دیوانه شدم. کسی قسم میکنه؟ اگه فوتبال بازی نکنم من میمورم. قدرت تمام آرزوهایم از من گرفت. مرا از بین برد. چته؟ قدرت تو مرا تباه ساختی. ما چی کردیم مادر؟ چی کردیم مادر؟ درست است بچیم، تو خدا جگر خون نساز. خدا مهربانه. تو خود قصدنی کار نکنی. قصدن نکردم. درست است جان مادر، همه چیز خوب میشه. تو هیچ تشویش نکن. درست است. الهیم کنین. الهیم کنین. او مرا تباه ساخت.
تمام زندگیم از مگرم. درست است بچیم، آرام من باش. رها کنه. ناراحت نباش، خوب میشی. گفتم من رها کنه. بیادرت نکن، خدا قدر عذاب نده. حداقلی که رفتم میتونی شکر کن. تو یک انسان هوشیار هستی، بدون فوتبالم زندگی کردم میتونی. خواهر او مرا تباه ساخت. ببینین من در چی حالت قرار دارم. او زندگی مرا تباه ساخت. من چی خود کردم؟ فوتبال تمام آرزوهایم بود. لطفاً خدای قسم از دست ندی بیادر. در مورد ما کمی فکر کو بیادر. ببین مادر نداریم، پدر نداریم، از ما کی مواظبت خود کرد؟ قدرت تمامش به خاطر تو شده. محضر از بین میبرم. قدرت صدای من مشنوی؟ خودم تو را از بین میبرم. بچیم تو در قصه او نشد، درست است؟ تازه از عملیات خانه بیرون شده، نمیفهمه که چی میگه. چند ساعت بعد به خود میایه، آرام میشه. نه خیر، نه خیر مادر، تمامی به خاطر من شد. او هرگز مرا نمیبخشه مادر. ای کار ساده است بچیم. پدرت در شرکت برش یک وظیفه خود داد، باز دیگه فوتبال به یادشم نمیایه. قدرت تو تمام آرزوهایم از من گرفتی. هرگز تو را نمیبخشم، هرگز. تا زنده هستم تو را نمیبخشم. قدرت تو همه چیز از من گرفتی. چطور تونستی این کار کنی؟ چطور بچه هرچی بگویی حق داری، اما قدرتی کار قصد نکده. او یک حادثه بود بچه. باور کن او هم بندازی تو جگرخون است. جگرخون بودن چیزا را تغییر نمیدم. قدرت باید جزای کارو خدا ببینه. رهایم کنین، گفتم رهایم کنین. درست است بچه، آرام باش. کاکا یک دکتر بخواهید. بیاده دکتر کجاست؟ مصابش میکنم. ترگوت بیازا خودش بسیار پریشان است. قربانت شم، تو هم بالایش فشار نیار. اگه مادرت نمی بود میفهمی امروز چی میکردم؟ باید زیاد برش دعا کنی. او خونه میمونه اما تو نیست. ما به خاطرش بسیار دعا کرده. گپای احمقانه نزن دخترم. او خوب است، کسی نمیمره. عاجل براش مسکن زرق کنی. خواهر رهایم کن، میخوایم با ما را. خواهر رهایم کن. تشویش نکنین، حالا آرام میشه. خواهر اسما، معذرت میخوایم، نتونستم به شما یک زندگی خوب بسازم. نتونستم آرزوهایتان پورا کنم. نتونستم وعده ما بجا بسازم. معذرت میخوایم. چی گپ است؟ مادر من تباه شدم. بیادری یک دانیم جان خواهرش.
تو زنده باشی ما دیگه چیزی نمیخواییم. با پولم ضرورت نداریم. کافی است تو خوب باشی. دیگه هیچ چیز مهم نیست. اجازه بدین کم استراحت کنه. وقتی به هوش آمد بازم رویش گپ بزنیم. دکتر صاحب میخوایم ازارات شب بگیرم. مریض به هوش آمده؟ مریض فعلا خوب نیست. لطفاً پسندتر بیاین. شفا باشه. بیادرم کشی و به خبر انداختی حالا خوش شدی؟ بس هست دیگه اسما. بیازو همگی مثل ما پریشان شده. دیدی بی‌پروایی چی بلای سرم آورد؟ او را از بین بردی. افسوس به تو قدرت. به جایی که تو بچه‌ام باشی ای کاش هیچ اولاد نمی داشتم. قصدن کار نکردم چرا نمیفهمین؟ فقط یک حادثه بود مرا درک کنین. با جایی که بچه تا درک کنی دگان بالاش فشار میاری ترگوت. یک حادثه بود میتونه بالای هر کس بیایه حتی بالای تو. از اینجا گم شو. نمیخوایم ببینمت. گم شو برو. بیا بچیم بیا. پدرت از جگر خونی زیاد نمیفهمه چی میگه. حالا جان بیادر موتر استاد کن. درست است. چی شده؟ این تیم شما نیست؟ بله است. تیم قبلیم است. بیادر لطفاً مرم اینجا پایین کن. باندگه چته شما ادامه بدی. خواهر لطفاً.
حالا شاید مامم رای تیم خود تمرین میکردم. شاید برنده مسابقه ما می بودیم. دیگه هیچ کدام از آرزوهایم به حقیقت مبدل نمیشه. دیگه نمیتونم فوتبال بازی کنم. جان خواهد، حال دردت تازه است، برات مشکل است، اما بالاخره عادت میکنی و به خاطر زنده بودنت شکر میکنی. اگه فوتبالیست نشی یک رشته دیگه موفق شده میتونی بچه. مهمی است که تو چی میخوایی. به حمایت خواهرای هر کاری کده میتونی. دیگه هیچ کار از دست ما ساخته نیست. تمام آرزوهای فوتبال بود اما پایم افگار است. هرگز نمیتونم دیگه فوتبال بازی کنم. نمیتونم از خواهرم مراقبت کنم، نمیتونم از اونا سرپرستی کنم، نمیتونم وعده ما به جا بسازم. لطفاً مرا ببخشید، لطفاً مرا ببخشید. بیادر، چند روز میشه بسیار پریشان هستی. باید خدا آرام بسازی. قسم خونه میشه. حداقل به خاطر عمر کم سر حال باش. تو راست میگی. باید با حقایق مقابله کنیم. برشان نشان میتیم تهدید کردن بچیم یعنی چی. باید این قضیه را خاتمه بتیم. منظور چی از خلیل؟ با ترگت خو کار نمی کنی نه؟ مام هم رایت می آیم. نه خیر ندیم، این مشکل ما است، خودم حلش میکنم. خلیل بیادر هوش کنی، کدام دیوانگی نکنی. خلیل بیادر. توبه. سلام، خسته نباشی. زنده باشی. عمر، همراه می قسم رویه نکن. قلب من مشکنانی. چند بار برات بگم دیروز مرا غلط درک کردی. کاملا درست درک کردیم. حالا که میفهمیدی بیگناهستن بازم تهدیدشان میکردی. از توی توقع رو نداشتم. مرا واقعا مایوس ساختی. تو هیچ کار خوب نکردی پک. شاید لازم باشه در مورد شرکت ما تجدید نظر کنم. دیوانگی نکن عمر، تو چی میگی؟ میگم امروی قسم انسانا کار کردن نمیتونم. کدام دلیل دگام داری؟ صبر کن عمر، کجا میری؟ این قسم نکن. اول باید یک بار گپ بزنیم. نمیتونی همه چیز راه کده بری. باید به دوا برسم. گپای خدا برات گفتم. دیگه چیزی به گفتن ندارم. این حالت من به خاطر اسمای احمق است. بله یاسنا جان، یک کار بسیار بد شد. لطفا برام کمک کن. خیریت باشه. در مورد قدرت است؟ نه خیر، یعنی راستش بابام کم ارتباط میگیره دیگه. من همراه اسما کم بس رویه کردم.
عمر از همین خاطر همراهیم قار کرده. تمام اینا به خاطر اسما است. عمر تهدید کرد. از من که بالاش قهر شدم مرا ملامت کردن. حال عمر میخواه شراکت باز از بین ببره. به خاطر او دختر تباه میشه میازنه جان. لطفا همراه عمر گپ بزن و رقانه بساز به من کمک کن. درست است گپ میزنم. شماره شبته. درست است. وقتی گپ زدم برات خبر میتونم. با امید دیدار. تشکر. دیگه مشکلات ما خلاص شد که حال این مشکل شروع شد. روز بخیر. همراه آقا ترگت کار داشتم. خوش آمدید. اسم شما چیه؟ بگوین خلیل آمده خودش وقت میفهمه. ملاقات گرفتین؟ نه خیر. یک لحظه آقا خلیل، با آقا ترگت خبر میتم که وقت دارن یا نی؟ خلیل؟ خواستم که ما نشان شوم آقا، اما نتونستم. درست است. رفتم میتونی. خیریت باشه. قهوه خانه را رها کرده به شرکت آمدی. کدام مشکل ایجاد نمی کنم. فقط همراهت گپ میزنم. خوب است. بشین. من برات قهوه میخوایم. لازم نیست. گپای ما برات میگم از اینجا میرم. حالا وقتش رسیده که با هم تصفیه حساب کنیم. ما چیزی به گفتن ندارم آقا خلیل. تو میخوای چی بگویی؟ بگو میشنوم. برم گفته بودی که ما بالای بیادر خودم رحم نکردیم. حال سر اولاد تو چطور رحم کنم؟ به یاد داری؟ خب چی شد؟ نه که خوشت نامد؟ از همین خاطر اینجا آمدی؟ نه خیر، بدم نامده. درست گفتی. آدم به مثل تو سر هیچ کس رحم نمی کنم. از این لحاظ شک ندارم. اما تو یک گپ فراموش کردی. در مقابلت یک انسان استاده است که به خاطر اولادش از وجدان خود گذشته. نه به خانم چنار و نه به 4 اولادش رحم کردم. پیششان رفته نگفتم که او زن بیگناست. به دهنم قفل زده 20 سالی باره تحمل کردم. فکر کردم میمرم اما نمردم. بالاخره من به مثل تو یک انسان بیرحم شدم. حالی را برات میگم آقا ترگت، ما و تو کاملا شبیه هم هستیم. وقت طرف ما ببینی در اصل خودم میبینی. از این خاطر تصور کده میتونی که چی کارایی را کده میتونم. قدر طرف و طرف نرو، اصل گپا بزن. تو میخوای چی بگویی؟ نه که میخوای مرا تهدید کنی؟ ما برات واضح میگم. اگه میخوای تهدید فکرش کو. بی ترگت با عمر نزدیک نمیشی. اگه به یک تار موش ضرر برسانی قسم میخورم بالایت رحم نمیکنم. تمام نسلت از بین میبرم. بعد از او برم هیچ مهم نیست که زنده باشم یا مرده. با ما در زندگیم دیگه هیچ چیز به از دست دادن باقی نمانده ترگت. بدون از که فکر کنم هم تو را و هم خدا به قبر روان خود کردم. درست است آقا. روز بخیر. بفرمایید خوش آمدید. میخوایم امروی آقا ترگت گپ بزنم. از آمدن ما برشون خبر بده. ما عمر یالماز هستم. آقا ترگت برام گفته بود بله، اما کم منتظر باشین. آقا ترگت مهمان داره. بفرمایید بشینین. چیز می نوشین؟ نه خیر.
بله بیادر، میشه کمک کنین از زینه بلندش کنین. رها کنین. نمیخوایم خانه برم. چی میشه بیادر جان؟ چرا نمیخوای خانه بری؟ بعد از این میخوایم در پس خانه زندگی کنیم. بیادر این گپ دیگه از کجا شد؟ در اونجا راحت بوده نمیتونی، پیاز اونجا کسی نیست. ما با کمک کسی ضرورت ندارم. میتونم از خود مراقبت کنم. بیادر بیبی دیالت نمیتونی. بیبی اسما بالای من فشار نیار. درست است اسما. ما خودم میرم، فهمیدین؟ درست است هر قسمه که تو بخوای بیادر جان. من همراهت میرم. من راش میرم مادر. بچیم چی شده؟ چی رو میبینی؟ چتنشان آمدن در پایین هستند. مادر شما بگوین من چی خواد کردم؟ از ما بالایم حمله خواد کرد، مطمئن هستم. به خاطر که مرا به زندان بندازن هر کاری خواد کردم. بچیم اینجا بیا. بچیم این قسم یک گپ نمیشه فهمیدی؟ تو را اجازه نمیتم که هیچ جایی ببرن. تو هم اینجا آرام حوصله کن و بیرونم نیا. ما امرای اسما گپ زده پس میاییم. مادر اگه منصرف نشه چی؟ نمیخوایم تمام عمر ما در زندان تیر کنم. قدرت طرف ما بیبی. گفتم که حلش میکنم. با ما اعتماد نداری؟ هیچ وقت اجازه نمیتم که کسی به تو ضرر برسانه. هیچ کسی تو را از ما گرفته نمیتونه. آله من میرم. تو دم اینجا منتظر باش. خانم آیشه شما بانی، ما انجامش میدیم. زنده باشین خانه آیشه. شما رو به زحمت ساختیم. زحمت چی دخترم؟ خواهش میکنم. بچیم گوش نشدی ما بر چیز آماده کنم؟ ما آماده میکنم. متوجه کار خود باشی. خیر است. ما یک شوربه آماده میکنم. بازام شفا باشه. زنده باشین. تو اشتباه میکنی خلیل. تو قدر نشدی که به دفترم آمدم مرا تهدید کنی، فهمیدی؟ زیاد سر خود حساب نکو. اگه خودم رایمه بزنی به خود نقص میرسونی. هرچی میگی برم بگو و هرچی میخوای انجام بده. ما از تو هرگز نمیترسم. ما گناه خانم چنار گرفتیم. او را از اولاداش دور ساختیم. ای که چی باید بکشم و کجا باید برم دقیقا واضح است. اما وقتی به جهنم برم وعده میکنم که تو را همراه خود خواد بردم آقا ترگت. تو تا امروز جان کسی را گرفتی؟ تهدید کردن کسی خو آسان است. 20 سال خوبان حتی 40 سال انسان میتونه خاموش بانه. اما بار بار به چشمای کسی سیل کرده او را با چاقو زده میتونی ها؟ وقتی از بلندی بیفته او را بلند کرده میتونی؟ او را در حالت مرگ ترک کرده میتونی؟ بگو. تو جان کس را گرفتی و ما به خاطر جان بچی میکار کردیم. او گناه اما یک گناهی بود که تا امروز با سوختاندن جان ما و اطرافیان ما ادامه میده آقا ترگت. ما به سوختن عادت کردیم. بعد از دیام اگه بسوزم برام فرق نمیکنه.
زیاد و کمش برم یکی است. اما ایره برات میگم که از بچیم دور باش. حتی اگه در فکر تا میگه پاره بیاری باز قبر تا به دستای خود خود کندی. و کار مرام ساده خود سختی. ما گپای خدا گفتم. حالا دیگه روز بخیر. صبر کن. دوستای خدا نباید ترک کنیم. نگه داشتن یک راز به مدت 20 سال کار هر کس نیست. اگه قبول کنی یا نکنی ما و تو بسیار نزدیک هستیم. از این خاطر صبر کو و بازم خوب فکر کو. دقیقه وقت با هم مشکل نداشتیم. اگه هر کس خاموش باشه هیچ وقت مشکل پیش نمیاد. یک دیگه خدا ناقجگر خون نسازیم. بله خانم بهار. آقا عمر مزاحمتان میشم اما به دفتر آمدم کسی نبود. زنگ زدم تا بریم بگوین که چی باید کنم. بسیار معذرت میخوایم خانم بهار. در چند روز مشکلات ما بسیار زیاد شده. از این خاطر کارهای دوسیه پس ماند. شما حالا در دفتر ماستین؟ بله در پیش دروازه هستم منتظر باشم. ما دیگه چیز به گفتن ندارم آقا ترگوت. گپای خدا برات گفتم. تو کل چیز شنیدی. از بچه‌م باید که دور باشی. اگه نه باز از خود گله کنی. حالا بیرون شدم. میایم خانم بهار. ببخشین که میگم اما لطفاً کمدگاه منتظر باشین. اسما قربانت شما کار نکو. بیبی تا امروز ما بر حده که دانستیم از شما سرپرستی کردیم. بین قدرت و چتن هرگز فرق ناوردیم. کاکاید چتن مثل بچه خود فکر میکنه. حالی اگه حادثه شده و تو اصرار میکنی که با پلیس شکایت میکنم. ما و کاکاید مستحقی نیستیم. دخترم یک تلفی است. چی گفتی؟ من غلط شنیدم نه؟ فکر کنم متوجه نیستی. اما فعلا در حالتی نیستی که از حق خود دفاع کنی خانم و کاکا. به خاطر او بچه احمقت زندگی چتن بیادرم تباه شد. اما تو میخوایی این قضیه را یک حادثه جلوه بیتی ها؟ دخترم اونا یک جا بزرگ شدن. تو حاله اگه بخوایی قدرت به زندان روان کنی با ستونی این خانم از هم مشکنه. بچهش ما یک دیگه خود دیدن نمیتونیم. ما بجازم دیگه خود دیگه کیره داریم دختر. فهمیدم خانم و کاکا. ما واقعا هیچ کس را نداشتیم. ما در زندگیم فقط سحر چته ندارم بعد. نه کاکای نه شما هیچ وقت به تشویش ما نبودین. تنها متوجه کسی که سینو قدرت است. اما من حق بیادرم ازتان میگیرم. عدالت پیروز خود شد. سحر دخترم تو خو یک چیز بگو. ما با شما چی کردیم دخترم؟ چی گناه کردیم که جزای ما قدر سنگین است؟ اسما خانم کاکایم راست میگه. کار است که شده. نباید همه چیز خرابتر بسازیم. آفرین به تو خواهر. شاید تو به تغییر شدن عادت کرده باشی اما من در مقابل یک تلفی خاموش نخواد ماندم. شما راست میگین. شما آرام بوده میتونین. اما من حتی که قدرت جزای کار خود نبینه آرام بوده نمیتونم. این بار ما جزا نخود دیدیم. هر کس جزای کار خودش خود دید. امیالا به پلیس زنگ میزنم. اسما صبر کن. گفته بودین که حلش میکنم. از این خاطر نخواستم دوباره زنگ بزنم اما تحمل بریم نمانده. واقعا بسیار زیاد متاسف هستم خانم بهار. چند روز در شفاخانه بودم. از این خاطر کارا را پیش برده نتونستم. اما تشویش نکنین. در همین چند روز آینده قضیه شما را خلاص خود کردم. همراه قدیرم گپ میزنم. زنده باشین. خدا ازتان راضی باشه. با اجازهتان من باید برم. اگر کدام کار داشتین بریم خبر بدین. من بازم میایم.
مام در بیرون کم کار دارم. بفرمایین با هم میریم. با دفتر پس میایی عمر جان؟ باید که من همراهت گپ بزنم. نمیفهمم. در بیرون کم کار دارم. اگه زودتر تمام شد برمیگردم. درسته. پس فردا با هم گپ خود زدیم عمر. ببینیم دیگه. خب روز شما خوش. چی شده زحل؟ چرا با تلفنم جواب نمیدی؟ کم از دیوانه شوم. تلفنم در خانه است ترگت. خب نشنیدم دیگه، حتی نمیفهمم چی کنم، کجا برم. اگه این قسم ادامه پیدا کنه دیوانه خود شدم. باز چی شده؟ چرا برام همه چیز نمیگی؟ دیگه چی شود ترگت؟ همی کم مانده که پیش پای اسما زانو بزنم. هر کاری که کردم اون منصرف نشد. میگه به هر قیمتی که شده از قدرت به پلیس شکایت میکنم. ترگت قربانت شوم، یک کار کو. قبل از اینکه بالای قدرت بلای بیاره او رو قانع بساز. اگر نه به میاسانی اولاد ما از دست ما خواهد رفت. بس از زحل، صبر ما یک حدی داره. باور کن دیگه برام تحمل نمونده. هر چی میخواه شوه، باید قضیه بسته شوه. تو چی میگی ترگت؟ میخوای قدرت به زندان ببرن؟ بره زحل، بره. او یک اشتباه کرده و باید جزایشون ببینه. تو را چی شده؟ چرا قسم میگی؟ خسته شدیم زحل، خسته شدیم. چرا نمیفهمی؟ از یک طرف بچیم، از طرف دیگه هم امانت بیادرم چتن. نمیفهم با کی چی بگویم. واقعا زودتر از کدامش حمایت کنم زن. بیشتر از این حوصله ندارم. هر کس هر کار میکنه بکنه. ترگت دیگه چاره نداری زحل. مجبور هستی امرای چنار گپ بزنی. به خاطر بچه تا باید پیش پاهایش بیفتی. انشالله این سوپ بچه تر فایده کنه. از دستم دیگه چیزی نمیآید. نمیتونم داغوش بگیرمش. نمیتونم تسلی بتمش. مثل از بیگانه فقط میتونم برای سوپ آماده کنم. چنار چی شده زحل؟ چنار بلی از خدا کمکم کو لطفا. زحل تو چی میکنی؟ مرضی حالت فقط تو نجات داده میتونی. قربانت شام. چی میشه بچه من نجات بده چنار. قربانت شام. من چی کردم میتونم زحل؟ اسما یک دختر زیدی است. وقتی یک کار بخواه بازه چسمانه او شده نمیتونم. 1 ساعت حضور کردم اما نشنید. گفت میره با پلیس همه چیزم میگه، از پیشم رفت. اگه قدرت چیز شوم من زندگی کردن نمیتونم چنار. من از همه بیشتر تو درک میتونی چی میشم. رای اسما گپ بزن، خواهش میکنم نباید پیش پلیس بره. من به اسما چی گفتم میتونم زحل؟ او بیهزو گپ مرا نمیشنوه. من با او فقط یک نفر بیگانه هستم. پس امرای چتن گپ بزن، شاید تو گپت بشنوه. چتن خودش ده چی وضعیت از زحل؟ حالا وقتش نیست که گپا را برش بگویم. نباید از این بیشتر سرش فشار بیاریم. دیگه هیچ چاره ندارم چنار. قربانت شوم، این کار نکو، از من روی نگردان. اگه قدرت به زندان بره من زندگی کردن نمیتونم. از اولادم دور بودن نمیتونم. چتن خونت است، جانت است. قدرت
وام بچه تو از چنار. درست است. منتظر هستم. تشکر میکنم. بیادر شنیدی نه؟ حالا پلیس آمده اظهاراتت میگیره. فکرت باشه که از قدرت دفاع نکنی بیادر. درست است؟ باید جزای کار خود ببینه. گپ ما شنیدی؟ نباید قدرت ببخشی. بان که زندانی شوه تا کمی عقلش در سرش بیایه. او زندگی تو را تباه ساخت. او باید جزای خود ببینه. شوربا آماده شد. داغ بنوش که برد فایده کنه. حرفای ما فراموش نکنی بیادر. ما به سحر خبر داده دوباره پس میایم. بچه اسما چی میخواست برات بگویه؟ اسما گفت که پلیس ها اینجا میاین. چند دقیقه بعد باید اظهارات بدم. میفهمم بسیار جگرخون هستی. فکر میکنی همه چیز تمام شده. این وضعیت تحمل کردن نمیتونی. میخوای از کسایی که برای ضرر رساندن حساب بگیری. فکر میکنی این قسم قلبت آرام میشه، اما باور کن که این قسم نیست. تو را بجز از خودت دیگه هیچ کسی کمک کردن نمیتونه. انسان وقت به دنیا میبینه فکر میکنه همه چیز همه قسم دوام خود داشت، اما نمیفهمه دنیا فانی است. فصلها تغییر میکنه. درختها اول برگ پیدا میکنن و بعدن کلشان کم کم زرد و نارنجی شده و میریزن، در حالی که انسان هیچ متوجه نیست. گذر زمان درک کردن نمیتونه، اما کوشش میکنه که خود تسلی بده، اما دادا نمیتونه. انسان میخواه که پرواز کنه، اما این کار کردن نمیتونه. بعضی اوقات بسیار زیاد درد میکشیم، میخوایم که خود قوی نشان بدیم، اما درد واقعی وقتی است که انسان شکست قبول میکنه. او وقت احساس میکنی که قلبت شکسته، با هیچ چیزی جور کردن نمیتونیش. هر قدر که کوشش کنی او وقت بسیار دیر شده میباشه بچه، در حالی که بسیار چیزا را میخواست، بسیار زیاد امید داشت. خداوند وقتی یک در بسته میکنه باز 100 در دیگر باز میکنه، فراموش نکن. وقت پاش از دست میته دستای خدا میبینه، وقت چشم خدا از دست میته، وقت زبان خدا از دست میته، قلبش بسیار میتپه. فکر میکنه تکه تکه شده بچه، باز میفهمه که قلبش شکسته بچه و هیچ کسی آن با او کمک کردن نمیتونه بجز از خودش. اگه همیشه به خود امیدوار باشه باز تمام تاریکی ها به روشنی مبدل میشه. کافی است که چشم خود باز کنه تا کامیابی را به خوبی ببینه. دستایت، چشمایت و عقلت قیمت همینا را بفهم. هنوز هیچ ناوقت نشده بچه. اگه بخوای زندگی تا نو شروع کردن میتونی.
فقط ای بار صدای قلبت گوش کن. وقتی شنیدی با جرأت را که نیاز داری در وجودت پیدا کردن میتونی. برات خوب گفته بودم مادر، از ما این کار حتما میکنم. او گپ کسی را نمیشنوه. هرچی که شوه من همراهی دستم بچیم فهمیدی؟ اگه او از ما کوشش کنه که تو را به زندان بندازه، باز پدرت خویج اگه تمام دنیام در مقابلم استاد شوه تو را برشان نمیتم فهمیدی؟ مادر ناق کوشش میکنی. پلیس ها حتما آمده و مرا با خود میبرن. تو همه قسم فکر کن. حالا میبینی که من چی میکنم. حرکت کن. بیا صبر کن مادر. چی میکنی؟ گفتم که حرکت کن. قدرتی موضوع دیگه بسیار کلان شد. مادر مادر من نمیرم لطفا. گفتم حرکت کن قدرت. روز بخیر. چتن پوی رازدخانه است. به خاطر گرفتن اظهارات چتن پوی راز آمدیم. باید همراهش ببینیم کجاست. شما بیاین من صداش میکنم. بیادر پلیس آمدن. الان دیگه اظهارات بکی او احمق باید جزای کار خدا ببینه. اقسم نگو دخترم. قدرتم خب بیادر شما میشه. شما مداخله نکنین خالایشه. حالا بیادر شما با گرفتن اظهارات آمدین؟ ما چتن پویراز هستم. بله. شما از قدرت پویراز شکایت کرده بودین. این همه یک حادثه بود یا ای که قدرت پویراز قصدنی کار کرده؟ میشه با ما توضیح بدین؟ Özledim seni. Geçer sanmıştım, aylar geçti, unutmadım seni. Gözyaşlarım hiç değmesin kurumuş toprağıma. Seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda. Gözlerimdeki o tebessümü görmek için ben yıllarca beklerim. Seni kalbime gizledim durdum, senden asla vazgeçmedim. Hep
رو